لگنری ایرانی بازی میکنه و صدای هشتک داور بلند شد و بیا توجه میکنیم به هیئت دسته لکماتیر پومیر که اندک ما توقف داشتیم در این باره. از این نقطه باز نفرانی دیگر البته فیروز قرایف و آیت الله سفرов آمدند که به یک دیگر کمک کنند. شیرزاد محمدی و در روند مبارزه هم شفقت حاتم این کوششی یک پرتافت خیلی جالب از سری وقتیه که از جانب شیرزاد محمدی یافت و بسیار ببینید که خوب بود و در حقیقت هم شیرزاد محمدیف این فوتبالباز شماره 27 نتیجه نبخشید. دوباره مبارزه باز هم امامعلی احمدخان رو میبینیم، باز هم دوباره شهرام و باز هم در این روند میسازد که جانبک شریفov که وقتون نتیجه در استفاده کرد. واقعا هم اشتباه خطاگی جدی بازیگرانی دسته ریگرتدز ببینید که همه انتظار همه بیشتر در حالتهای استانداردی موصوف ضربه میزند و موفق هم شده است. هجومی با سرعت و برقصای فوتبال بازان دسته لکماتیر پومیر و واقعا هم امروز اگر گوییم که جانبک شریفov بازیگری بهترین در قسم اول است اشتباه نمیکنیم. قوی خود با دروازه‌بان حتی یک به یک هم بود. بله همین ترتیب تو رو با بالای سری دروازه‌بان واردی توری دروازه فتح الله بابایوف کرد. اوی باز هم شفقتی حاتم ناظم باباجانوف پرتافت بسیار مناسب انجام داد. در شهر استراوشن جریان دارد. نیمه اول مساوی، نیمه دومی رقابت هم نوکک آغاز گردید. اوی 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 این چی حالتی که حاتم زد. بیا توجه میکنیم که چگونه این ضربه را واقعا هم خیلی ضربه قوی و استوار که الکی واردی توری دروازه هم شده بود. به همین نقطه اگر توجه کنیم بیاد وقت باقی مونده است. یادآور میشه که روشن کولا بعد شکست دادن دسته استقلال حق مبارزه را در این مسابقه پیدا کرد. دیگر جای گفتگو هم نیست، دیگر جای بحث و مناظره هم بررسی نیست و همین ترتیب اکنون دسته در زینه پایانی است. از دسته که همه نگران بودند، بسیاری ها با آن نظر بودند که لکماتیر پومیر با آسانی پیروزی به دست می آورد و با دسته روشن کولاب شهر نیرون میسنجد و بسیار هم ثانیه های بشمار تا به خاتمه باقی مانده است و همین طور صدای هشتک داور بلند شد و رقابت دسته ها به نفع ریگرتدز خاتمه می یابد.